دعا سپردنه، فقط درخواست نیست. ما خیلی وقتا درخواست میکنیم ولی نمیسپاریم. این خیلی مهمه که ما بسپاریم به خدا، چون تا موقعی که نسپردیم در حقیقت دعا نکردیم. ما خیلی وقتا میگیم سپردم ولی بعدش مثل اینکه پس میگیریم یا شروع میکنیم غصه خوردن، مایوس شدن، ترسیدن، نگران شدن، ناشکری کردن. معلومه نسپردیم، گویا قرض دادیم به خدا، هدیه ندادیم. شما تا حالا شده به کسی هدیه بدید بعد پشیمون بشید برید پس بگیرید؟ نشده که. ممکن آدم پشیمون بشه ولی دیگه لااقل پس نمیگیره. حالا ما باید به خدا هدیه بدیم. تمام مسائل زندگی رو باید به او بسپاریم، چون اونجا نمیگه فقط بسپار، میگه بر او توکل کن. به خدا باید اعتماد کنیم، به نیکویی او، به رحمت او، به محبت او، به حاکمیت او، به قدرت او، به وعده‌های او اعتماد کنیم. اینا همه صحبت از اعتماده. ما باید به خدا بسپاریم و به او اعتماد کنیم، چون تا نسپردیم و بهش اعتماد نکردیم در مورد اون موضوع، دعا نکردیم و هیچ کار دیگه ای کردیم که اسمش دعا نیست، دعای مسیحی نیست لااقل. بنابراین برای نجات افراد یا مشکلات دیگه، بیماری ها یا گرفتاری های دیگه، باید به خدا بسپاریم و به او توکل کنیم. توکل یعنی اعتماد. من نمیدونم چه چیزی به من و شما بیشتر از همه برمیخوره اگر عزیزان ما به ما اعتماد نکنن. اگه من بدونم یه جای مورد اعتماد نیستم، اونجا برای من جهنم خواهد. بزرگترین توهین نسبت به من وقتیه که بدونم مورد اعتماد نیستم. حالا من که یه آدم ضعیف هستم، میخوام مورد اعتماد واقع بشم. خدا با اون همه عظمت و جلال و قدرتش چقدر باید ناراحت بشه وقتی ببینه بچه‌هاش بهش اعتماد نمیکنن. خب این ببینید خیلی از وقتا ما چوب بی‌اعتمادی رو میخوریم. پس با ایمان دعا کنیم، بسپاریم، کاملا بسپاریم، همشو بسپاریم، قلباً بسپاریم، عملاً و واقعاً بسپاریم و بریم کنار. بسپاریم بریم کنار. میگیم مزمور 46 آیه 10 میگه باز ایستید، یعنی از حرکت باز ایستید، بدانید من خدا هستم. دعا یعنی این. دعا این نیست که من فقط درخواست کنم ای خواهش، باز دوباره صبح بلند شم باز گریه و ناله. اگه من واقعا میسپارم دیگه مشکل رو بذارم دست خدا باشه و بهش اعتماد کنم و نتیجه این سپردن این خواهد بود که من آرامش خواهم داشت، شکرگزار خواهم شد، شادی خواهم کرد و با آرامش خیال منتظر جوابش خواهم و اون موقع خدا را در مقابل عمل انجام شده قرار میدیم.